ایزی بانک از کجا پیدا کرد؟ از اروپا آورد بانک پیسه خوده یا از افغانستان پیدا کرد؟ و امروز ایزی بانک اعلان میکنن که در دبی یک برج جور میکنه. عزیز صاحب، در دبی برج جور نکو، به خدا شرم است. واشل دیگه بخار ما از پاکستان میایه، برق ما از ازبکستان میایه. نمیتونی؟ مای ظرفشویی و دستشویی ما، قیماق ما، مربای ما از ایران میایه. به خدا شرم از به این تجارت. چرا هم سرمایه‌گذاری در افغانستان نمیکنه؟ چرا نصف مامور یک شرکت جور نمیکنه؟ چرا یک چپلق خود ما نخریم؟ چرا از پاکستان امروز بیایه؟ چرا یک واشل دیگه بخار ما از پاکستان بیایه؟ دنیا به کجا رسید؟ باز ما میگم که تاریخ داریم. کدام تاریخ؟ که ما ژاپن آزادی خدای جای گرفت، در کجا رسید؟ ما در کجا رسیدیم؟ امروز طفل میبینیم الیکین در دستش میره که در پر دو تیل پرتا، تیل خاکاملی، تیل دیزل که بعد نفس تنگی هم از او پیدا میکنه. در اون الیکین در دستش هست، تیل دیزل در پر مندازه که پدرش مادرش در روشنی افطار کنه، در پس شب افطار کنه. در وقت افطار برق موتو میره، برق گدایی است از ازبکستان. نه چرا عزیز صاحب نمیتونه از دریای پنجشیر بسته طرف کودامن برق بته؟ از دریای آمو بسته طرف مزار جا را برق بته؟ نمیتونه از مایپر بسته طرف ما را برق بته؟ چرا می کارا نمیکنه؟ یک نسبت فیصدش میشه. امروز خداوند متعال در قرآن عظیم شان میفرماید که کل نفس ذائقة الموت، همه چیزی که زنده جان است یک روز میمره. و بسیار کسا و کسی که برج خلیفه را جور کرده بود امروز از زیر زمین است. عزیزی صاحب روزه نمیبینی؟ او روزه نمیبینه؟